یه ژلوفن هم بگو برای ما بیارن. تو چته؟ ژلوفن زیاد میخورم. برای چی آخه کار اشتباه؟ تفریحی. تفریحی ژلوفن میخوری؟ ژلوفن زیاد مصرف دارم. نمک کنم. آب بخور سردرد. نوافن بخورم. نه. اگه دکتر بهت گفت بخور ولی الکی همینجوری سرخود برای خودت مسکن نخور. آنتی هیستامین دکونژستان بخورم. آنتی هیستامین چه ربطی به سردرد داره؟ نه سردرد نه، همینجور تفریحی. تلفست بزنم تو رگ. چی؟ تلفست 180. اینا چی؟ اصلا من نمیشناسم اینا رو. دیفنیدرامین کامپاوند سر بکشم یه موقع. دکسترومتورفان پی بخورم اب نداره؟ نه نباید بخوری. تئوفیلین جی بزنم تو رگایی؟ نزنم؟ نه. ادولت کلد 180 بخورم خوبه؟ راضی؟ تو اسم این همه دارو رو از کجا میدونی؟ خب یکی از شغلهای دومم قاچاق داروه. باور نمی‌کنم. نه با همین گفتم؟ نه باور نمی‌کنم. باشه نه باش، خدا رو شکر. همین که باور نمی‌کنی یعنی همچنان میتونیم با قدرت ادامه بدیم. خدا رو شکر.